اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. امروز اول ماه اوت سال 2023 میلادی است. این سخن پراکنی برون مرزی آکاشوانی است که در ساعت 7:30 تهران برابر با ساعت 9:30 هند پخش می شود. اینک توجه بفرمایید به آخرین خبرهای هند و جهان. گوینده این جانب عزیز مهدی. این است سرخط خبرها. بخش هسته اصلی هند در ژوئن امسال 8.2% رشد کرد. پس از طوفان دکسوری در چین، هزاران نفر در پی باران شدید خانه‌های خود را ترک کردند. در اوکراین حداقل 4 نفر در حمله موشکی روسیه کشته شدند و 53 نفر دیگر زخمی شدند. دولت میانمار وضعیت اضطراری را تمدید کرد و انتخابات پارلمانی بنگلادش احتمالاً در دسامبر سال جاری برگزار می شود. اینک مشروح اخبار. شاخص ترکیبی 8 صنایع هسته موسوم به ICI در ژوئن امسال نسبت به شاخص ژوئن سال 2022 به طور موقت 8.2% افزایش یافت. تولید فولاد، زغالسنگ، سیمان، محصولات پالایشگاهی، گاز طبیعی، کود و برق در ژوئن سال 2023 نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش یافته است. ICI عملکرد ترکیبی و فردی تولید 8 صنعت اصلی را اندازه‌گیری می‌کند که شامل زغالسنگ، نفت خام، گاز طبیعی، فرآورده‌های پالایشگاهی، کود شیمیایی، فولاد، سیمان و برق میباشد. در چین پس از طوفان دکسوری که باران سیل آسا را در بسیاری از مناطق این کشور به راه انداخت، ده‌ها هزار نفر خانه‌های خود را در پکن ترک کردند. بر اساس گزارش رسانه‌ها حداقل 4 نفر بر اثر حوادث مربوط به طوفان جان خود را از دست دادند. در گزارش‌ها آمده است که طوفان دکسوری یکی از قوی‌ترین طوفان‌های سال‌های اخیر است. اداره هواشناسی چین اعلام کرد باران شدید در پکن و همچنین در هبی، تیانجین و شرق شانگسی ادامه دارد و دکسوری در شمال چین پراکنده شده است. دیروز 9 منطقه پکن در معرض هشدار قرمز طوفان قرار گرفتند که بالاترین میزان در مکانیسم هشدار این کشور است. انتظار می رود بارش‌های شدید تا امروز ادامه داشته باشد و نگرانی‌ها را در مورد سیل خطرناک و رانش زمین افزایش دهد. مانند بسیاری از نقاط جهان، چین در تابستان امسال درگیر حوادث شدید آب و هوایی می باشد. در اوکراین طی حمله موشکی روز گذشته روسیه به شهر کریویه ریه در مرکز اوکراین حداقل 4 نفر کشته شدند و 53 نفر دیگر زخمی شدند. وزیر امور داخلی اوکراین ایهور کلمنکو گفت یک ساختمان 4 طبقه مدرسه مورد اصابت قرار گرفت و یک برج مسکونی مجاور نیز تخریب شد. در همین حال وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو گفت که مسکو حملات خود به اوکراین را در پاسخ به حملات پهپادی به خاک این کشور تشدید کرده است. وزیر دفاع روسیه همچنین گفت اقدامات اضافی برای حفاظت از اهداف داخلی انجام داده شده است. در درگیری‌های گسترده روز یکشنبه در اردوگاه آوارگان فلسطینی در لبنان حداقل 5 نفر کشته شدند و 7 نفر دیگر زخمی شدند. درگیری بین فتح و اسلامگرایان در اردوگاه پناهندگان فلسطینی الحلوه در لبنان آغاز شد. بعداً فتح کشته شدن فرمانده خود اشرف الارموچی را تایید کرد. مدیر آژانس سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در لبنان دوروتی کراوس گفت که تمامی عملیات این آژانس در این اردوگاه به حالت تعلیق درآمده است.
او از همه احزاب ستیزجو خواست تا امنیت غیر نظامیان را تضمین کنند و به مصنوعیت اماکن سازمان ملل احترام بگذارند. آژانس سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در لبنان گفت که 2 مدرسه آن که به حدود 2000 دانش آموز خدمت می‌دهند در این درگیری آسیب دیدند. پایان اخبار.